به نام خدا، عرض سلام و ادب خدمت شما عزیزان. امیررضا محمدیان هستم. در جلسه دوم نامعادله ها هستیم. در جلسه اول مفهوم نامعادله رو خدمتتون عرض کردم. قواعد، قوانین و پایه نامعادله رو به طور کامل براتون گفتم. از درس نامعادله یه دونه مبحث نامعادلات قدر مطلقی باقی مانده که اون رو هم در این جلسه براتون ارائه خواهم داد. اما قبلش برای تثبیت مباحث گذشته در جلسه اول 4 مثال براتون حل میکنم. با توجه به محدودیت زمانی هم که داریم بیشتر از این واقعا نمیشد، یعنی مثلا تایم ویدیو ترجیح بنده این هستش که نهایت 30 دقیقه باشه. دیگه با همین 4 مثال مجبوریم که جمع کنیم مباحث جلسه اول رو و بریم سراغ نامعادلات قدر مطلقی و تمام نامعادلات شما کلا جمع میشه و بعد هم حالا فردا هم براتون مثال حل میکنم از نامعادلات قدر مطلقی، یعنی یه جلسه سومی هم انگار ما خواهیم داشت. بریم سراغ این 2 مثال. اول اینکه به نظرم استوب کنید، خودتون حل کنید، بعد حل منو ببینین. یعنی اینکه شما بخواید صرفاً حرف زدن من رو در نظر داشته باشین و چیزایی که می نویسم رو بدون اینکه خودتون دست به قلم بشید هیچ کاربردی براتون نداره. خب 2x منهای 4 به روی x به علاوه 2 کوچکتر از 2. من میام این 2 رو اینجا منتقل میکنم و مخرج مشترک میگیرم. نگاه کنید مخرج مشترک که بگیریم اینجوری میشه دیگه، میشه منهای 2 بعد این 2 یکمه. مخرج مشترک که بگیریم صورت و مخرج در x به علاوه 2 ضرب میشن. خب من میگم شما برای افزایش سرعتتون تا یه حدی بیاید خودتون مخرج مشترک رو در ذهنتون بگیرید و بنویسید، به صورت یکسره بنویسید، جدا جدا ننویسید، کوچکتر از 0 قرار بدید. درست شد؟ بعد اینجا الان 2x اینجا منهای 2x این با این میره. ببینید این کلش، وایسین من بنویسم اصلا کلش رو براتون. این بخش میشه منهای 2x به علاوه مخرج x به علاوه 2. من معذرت میخوام، مخرج x به علاوه 2. اینجا پس x به علاوه 2 باید باشه. این میشه منهای 2x منهای 4. درست شد که الان 2x با منهای 2x میره، منهای 4 با منهای 4 جمع میشه، میشه منهای 8 به روی x به علاوه 2 کوچکتر از 0. خب الان نگاه کنید این عدد منفیه، تمام شد رفت. منفی به روی یه مخرجی کل کسر رو میکنه منفی. خب این مخرجش اگه منفی باشه، منفی به روی منفی که میشه مثبت. پس مخرج که x به علاوه 2 باشه باید مثبت باشه دیگه، که منفی به روی مثبت کل کسر رو بکنه منفی. مثلا الان منفی 8 مخرج باشه مثبت 5 میشه منفی 8 پنجم، ولی مخرج مثلا باشه منفی 7 میشه مثبت 8 هفتم. قابل قبول نیست. پس مخرج باید بزرگتر از 0 باشه. درست شد؟ و x های بزرگتر از منفی 2 رو ما خواهیم داشت برای این سوال که امیدوارم خودتون قبلش حل کرده بوده باشید. این یکی سوال هم دوباره من مخرج مشترک میگیرم یک سره. این عادت کنید که یک سره مخرج مشترک بگیرید. تمرین کنید، انقدر تمرین کنید که براتون عادی بشه، چون نه تنها در نامعادله، در همه جا این براتون کاربرد داره. خود به خود سرعت و بازدهی ذهن شما رو افزایش میده این کار. من مخرج مشترک گرفتم بزرگتر مساوی با 0 و بعد بیام اینجا بنویسم 5x منهای x میشه 4x، 1 منهای 3 میشه مثبت 4 به روی x منهای 3 بزرگتر مساوی با 0. خب این ریشش چی شد؟ این ریشش شد منفی 1، این ریشش شد 3. خب جدول تعیین علامت اینجا شد منفی 1، اینجام شد 3. عدد 3 تعریف نشده میکنه کسر رو، عدد منفی 1 0 میکنه کسر رو. خب یه عدد بزرگ مثال بزنیم، مثلا عدد 1000. این میشه مثبت، ریشه 3 چند بار تکرار شده؟ یه بار تکرار شده، پس علامت قبل و بعدش باید عوض بشه، منفی.
منفی 1 هم یه بار تکرار شده پس میشه مثبت. سوال چی گفته؟ گفته بزرگتر مساویه با صفرها. بزرگتر مساویه با صفرها. الان دقت کنید من اینجا 2 تا زرد که نوشتم، این جدول تعیین علامت برای این کسر هستش، برای 4x به علاوه 4 بر روی x منهای 3. حواستون باش. خب آره. پس شد بزرگتر مساوی با صفر، یعنی شد این بازه و خود عدد منفی 1. یعنی من بخوام بنویسم این شکلی باید بنویسمش: از منفی بی نهایت تا عدد منفی 1، منفی 1 بسته، اجتماع 3 باز. چرا 3 باز؟ چون 3 تعریف نشده میکنه تا مثبت بی نهایت. درست شد. اینم امیدوارم خودتون حل کرده باشید قبل از حل من. بریم سراغ این سوال. میگه در بازه آتابی نمودار این تابع پایینتر از خط x منهای 4 قرار دارد. b منهای a کدام است؟ خب نگاه کنید، وقتی میگه نموداری پایینتر قرار داره یعنی این، یعنی x2 منهای 4x پایینتر کوچیکتر هستش از x منهای 4. خب که ما بیاریم این طرف میشه x2 منهای 5x به علاوه 4 کوچکتر از 0. ریشه هاشو پیدا کنید. گفتن داره جمع ضرایبش 0، پس یکی از ریشهاش 1، اون یکی ریشهش سیاهمه یعنی 4. جدول تعیین علامت میکشم براش: 1 و 4 1 و 4. خب مثلا 1000 بذاریم میشه مثبت. عدد 4 ریشه فرد دیگه، یه بار تکرار شده، مثبت منفی مثبت. بازه چی گفته؟ گفته کوچکتر از 0، پس میشه این قسمت، یعنی میشه در بازه 1 و 4، 1 تا 4 که 1 آ و 4 بیه و از اینجا نتیجه میگیرم که بی منهای آ میشه عدد 3. اینم یک مثال دیگه. مثال بعدی: جواب دستگاه نامعادله را بیابید. خب که این مثال هم صرفا فقط یک کمی طولانی تره وگرنه حل خاصی نداره. بریم که بیابیم. این قسمت، این تیکه 1/3 من میارم این طرف، این شکلی می نویسم x منهای 1/3 منهای 2x منهای 1/2. خب کوچکتر از 0. بعد مخرج مشترک میگیرم، مخرج مشترک 6 میگیرم، یعنی میام صورت و مخرج اینو در 2 ضرب میکنم، صورت و مخرج اینم در 3 ضرب میکنم. درسته؟ اینجوری میشه 2x منهای 2 منهای 6x منهای 3. درست شد؟ کوچکتر از 0. خب 2x منهای 6x میشه منهای 4x منهای 2 منهای 3 میشه به علاوه 1 به روی 6 کوچکتر از 0. خب من میام چی میگم 6 که مخرج باشه که مثبته، هیچی. پس صورت کسر من باید منفی باشه دیگه. صورت کسر من باید منفی باشه که کل کسر من منفی بشه. این سواله رو نگاه کنید. اینجا این قسمت، این تیکه، من چی گفتم؟ صورت منفی بود، کسرم باید منفی میشد. پس گفتم مخرج باید مثبت باشه که منفی به روی مثبت بکنه منفی کل کسر رو. اینجا چی میگم؟ مخرج مثبته، کسر باید منفی باشه، پس صورت باید چی باشه؟ باید منفی باشه که منفی به روی مثبت کل کسر رو بکنه منفی. در نتیجه منهای 4x به علاوه 1 باید منفی باشه. در نتیجه اینو بریم حل کنیم. 4x بزرگتر از 1، x بزرگتر از 1/4. من گفتم تو ذهنم جابجا میکنم، نمیام بنویسم 1 کوچکتر از 4x، می نویسم 4x بزرگتر از 1. توی ذهنم x ها رو میارم سمت چپ، عددها رو میبرم سمت راست. در نتیجه x بزرگتر از 1/4 و تمام. اینم از این. درست شد؟ بخش اول نامعادله است. یعنی توی این سوال بخش اول نامعادله این شد x بزرگتر از 1/4. حلش رو که دیدید، من یه کمی کوچیک‌تر کنم فقط حلش رو.
که اون یکی هم جا بشه. اگر نشد هم که مجبورم اینو کلن پاکش کنم. خب نه جا میشه. بله این رو هم کوچیک‌تر کنم بیارم اینجا. این رو هم باز کوچیک‌تر میکنم، همین پایین میذارم. اینم اینجا میذارم، اینم اینجا براتون میذارم. خب بریم سراغ دومی. میگه که x منهای 1 به روی x به علاوه 3 کوچیکتر از 2. من دیگه مخرج مشترک رو یک سره گفتم میگیرم و شما باید بتونید اصلا خودتون این کار رو انجام بدید. x منهای 1 منهای 2 تا x به علاوه 3. اگر نمیتونید برید ببینید جلسه گذشته رو. من درسشو دادم که میگم میتونید. اگر ندیدید برید ببینید جلسه گذشته رو. x منهای 2x میشه منهای x منهای 1 منهای 2 تا 3 تا منهای 6 میشه منهای 7 به روی، پس شد منهای x منهای 7 به روی x به علاوه 3. این شد کوچکتر از 0. درست شد. حالا بریم ریشه هاشو پیدا کنیم. منهای x منهای 7 ریشش چنده؟ ریشش منفی 7. چون مساوی با 0 قرار بدیم میشه x مساوی با منفی 7. پس اینجا x مساوی با منفی 7 شد ریشه. اینجا هم ریشه شد منفی 3. درست شد. پس من یه جدول تعیین علامت میکشم. منفی 7 و منفی 3. خب اینجا منفی 3 تعریف نشده میکنه کسر رو، منفی 7 صفر میکنه کسر رو. خب یه عدد گنده بعد از منفی 3 مثلا بذاریم 10، بذاریم 100. صورت رو منفی میکنه، منفی 100 به روی 100 دیگه، مخرج مثبت صورت منفی. پس چی میشه؟ میشه منفی مثبت منفی. مخرج مثبت شد. مثلا 100 بذارید میشه منهای 107 به روی 103. منفی مثبت منفی. چرا علامت قبل و بعد ریشه ها عوض شد؟ چون ریشه ها یک بار تکرار شدن، فرد بار تکرار شدن، در نتیجه علامت قبل و بعدشون عوض میشه. اگر زوج بار تکرار میشدن اینجوری نبود. حالا صورت نامعادلشی گفته کوچکتر از 0. یعنی این بازه درسته و این بازه درسته. درست شد. این از این. حالا ما بخوایم یه اشتراک کلی بگیریم. اینجا یه دونه x های بزرگتر از 1/4 داشتیم. خب یعنی من بخوام یه دونه محور براتون بکشم، میگم اینجا منهای 7، اینجا منهای 3، اینجا هم 1/4. میگم که آقا یک نامعادله به من گفت از 1/4 برم اونور، یک نامعادله به من اینجوری گفت همزمان از منفی 3 به این طرف برو و از منفی 7 به این طرف برو. حالا اشتراک بگیر. من اشتراک بگیرم این تیکه میشه اشتراک، یعنی x های بزرگتر از 1/4 میشه اشتراک و در نتیجه جواب دستگاه نامعادله ما میشود x های بزرگتر از 1/4. چون شما 2 تا نامعادله دارین، حلش که میکنین باید اشتراک بگیرین، چون باید به یک جواب کلی برسین. یعنی همزمان یک بازه‌ای رو در واقع به دست بیارید. جواب ما الان x های بزرگتر از 1/4. x های بزرگتر از 1/4 همزمان هم نامعادله بالا رو برطرف میکنه مشکلشو، و در واقع برطرف که نه، نامعادله بالا رو تایید میکنه، هم نامعادله پایین رو. یعنی مثلا فکر کنید مثلا 1 بذاریم، از 1/4 بزرگتره دیگه، 1 بذاریم بالا چی میشه؟ بالا میشه 1/3 منهای 1 بذاریم منهای 1/2 میشه منفی 1/6. خب منفی 1/6 از 1/3 کوچیک‌تره. پس این برطرف شد، این تایید شد، نامعادله اول. 1 بذاریم میشه 0، میشه 0 کمتر از 2. نامعادله دوم هم تایید شد. پس بازه جواب ما بازه‌ای هستش که همزمان هم نامعادله بالا رو برطرف کنه و صادق باشه در نامعادله بالا، هم نامعادله پایین رو در واقع
براش صادق باشه و توش صدق کنه. در نتیجه باید اشتراک بگیریم از دوتا بازه‌ای که توی دوتا نامعادله به دست آوردیم، باید اشتراک بگیریم که این کارو کردیم. x های بزرگتر از 1/4 در اومد. این است. بریم سراغ نامعادله قدر مطلقی، یا شاید بهتر باشه من اسمشو بذارم نامعادلات قدر مطلقی. نامعادلات قدر مطلقی این شکلیه که نگاه کنید یه قدر مطلق بزرگتر از کا. خب اینجوری میگید که این دایره بزرگتر از کا بوده یا دایره کوچکتر از منفی کا بوده. این شکلی میگید. این شد حالت اول. اینو یادتون باشه، بزرگتر باشه قدر مطلق از یه چیزی، یا خودش از اون چیز بزرگتره، یعنی یا دایره از اون کا بزرگتره یا دایره از منفی کا کوچکتره یا از قرینش کوچکتره. درست شد؟ این است. حالا بریم شرط دومش رو نگاه کنیم. قدر مطلق یه عبارتی که حالا مثلا اینو با زرد بکشم که تفاوتش رو ببینید. این کوچکتر از کا باشه، اون وقت آن عبارت، اون دایره بین کا و منفی کا قرار میگیره. درست شد؟ اینو من اتفاقا خیلی دوست دارم چون خیلی راحته دیگه. همین یک دونه نامعادله می نویسین و حلش میکنید دیگه. اینجوری مثل این نیست بگیم بزرگتر از کا کوچکتر از منفی کا، اینجوری نداره. درست شد؟ پس این از این. خب بریم مثال حل کنیم دیگه. این دوتا قاعده رو در واقع یادتون باشه، این دوتا قانون رو، قاعده رو بریم براش مثال حل کنیم. مثال اول، قدر مطلق 2x منهای 5 بزرگتر هستش از 7. فقط یه نکته هم قبلش بگم، این اگر مثلا اینجا مساوی هم باشه، اینجا هر دوتا جا باید مساویه رو بذارین. بالا هم همینجور، اگر اینجا مساوی باشه اینجا هم هر دوتا جا باید مساویه رو بذاریم. درست شد؟ آره. این چیز مهمی نبود ولی گفتم که اشاره کنم بهش. خب الان اینجا یه حالت خودش 2x منهای 5 بزرگتر از 7. خودتون حل کنید دیگه. x های بزرگتر از 6. چیکار کردم؟ منهای 5 رو بردم اونور، 2x بزرگتر از 12 شد، x های بزرگتر از 6 در اومد. یا اینکه خودش 2x منهای 5 کوچکتر از منفی 7 که از اینجا باز چی میشه؟ x های کوچکتر از منفی 1 در میاد جواب. خب چیکار کردم؟ منفی 5 رو بردم اونور، منفی 7 به علاوه 5 شد منفی 2. 2x کوچکتر از منفی 2، x کوچکتر از منفی 1. خب پس این است. بریم مثال بعدی. x به علاوه 1/3 منهای 1 کوچکتر مساوی با 2. درست شد؟ خب اینو بخوایم حل کنیم چجوری میشه؟ x به علاوه 1/3 منهای 1 بین 2 و منفی 2 قرار میگیره. مساوی هم میذاریم چون اینجا مساویه رو گذاشته. من میگم خب طرفین رو اول باید به علاوه 1 کنم دیگه. یاد داده بودم بهتونا، همون دقایق اول توی جلسه اول، دقایق ابتدایی توی جلسه اول نامعادله خدمتتون گفتم. میشه x به علاوه 1/3 بین 3 و منفی 1. بعد صورت در واقع همه رو در یه دونه 3 ضرب کنم، میمونه x به علاوه 1 بین 9 و منفی 3 و در آخر یه دونه 1 از همشون کم کنم، میمونه x بین 8 و منفی 4. که البته اصلا خودتون این رو باید سریعتر از من حل بکنید و به دست بیارید. ترجیحاً مثال بعدی رو لطفاً استوب کنید و خودتون حل کنید، چون میگم خودتون حل نکنید هیچ اتفاق خاصی براتون رخ نمیده. حتما باید خودتون حل کنید، حداقل
بعد از اینکه میبینید برید تست بزنید، برید 5 تا دونه تست بزنید که یه کوچولو تو ذهنتون تثبیت بشه و بعد حالا موقع خوندن ریاضیتون شد دوباره کار بکنید. مثال بعدی، قدر مطلق x منهای 2 به روی x به علاوه 4 بزرگتر از 1. دو تا حالت داشت دیگه، x منهای 2 به روی x به علاوه 4 بزرگتر از 1 که خب ما یکو میاریم این ور. من اصلا ببینید من الان اینو مخرج مشترک بگیرم میگم منهای 6 به روی x به علاوه 4. درست شد؟ ولی حالا براتون مخرج مشترک میگیرم، یعنی اینجوری نیستش که اینقدر بخوام سریعتر حل کنم، ولی شما خودتون باید سریعتر حل کنید. بزرگتر از 0. خب x با منهای x میره، منهای 2 با منهای 4 میشه منهای 6 به روی x به علاوه 4 بزرگتر از 0. خب منهای 6 صورت منفیه، مخرج باید چی باشه که مثبت بشه کل که هست؟ مخرج هم باید منفی باشه دیگه، پس میشه x های کوچکتر از منفی 4. درست شد؟ این هست. این یکی حالتش چه حالتیه؟ اینو بذارید اصلا با نارنجی. این یکی حالتش چه حالتیه؟ x منهای 2 به روی x به علاوه 4 کوچکتر از منفی 1. خب میشه چی؟ میشه x منهای 2 به علاوه x به علاوه 4 منهای 1 بیاد اینور میشه مثبت 1 دیگه. من مخرج مشترک میگیرم میشه کوچکتر از 0. خب x با x میشه 2x منهای 2 با 4 میشه 2، میشه 2x به علاوه 2 به روی x به علاوه 4 کوچکتر از 0. خب ریشه هاشو پیدا میکنیم. این ریشهش منفی 1، این ریشهش منفی 4. جدول میکشم، منفی 4 منفی 1. منفی 4 تعریف نشده میکنه، منفی 1 0 میکنه. یه عدد گنده مثال میزنم، 1000 میشه مثبت منفی مثبت. سوال از من چی خواسته؟ منفی رو خواسته، پس من با این تیکش کار دارم، منهای 4 تا منفی 1. پس توی این قدر مطلق میگم یا خب توی این قدر مطلق میگم یا باید این جوابه یا این بازه دیگه. بین قدر مطلق میگم یا. وقتی میگم یا یعنی چی؟ وقتی میگم یا یعنی چی؟ یعنی اینکه اجتماع هست بینشون. میگم یا x های بزرگ کوچکتر از منفی 4 یا x های بین منهای 4 تا منفی 1، بینشون اجتماع میذارم. اجتماع، این اشتراکه، این اجتماع، حالت یو مانند اجتماع. درست شد؟ این از این. یک سوال دیگه هم حالا به عنوان جایزه دار میخوام براتون قرار بدم که اینو حلش کنید و جواب درستش رو برای من پیوی بفرستید و حالا یک جایزه ای صرفاً برای اینکه رفتید دنبالش و حلش کردید، یه جایزه خیلی کوچیک که هیچ ارزشی واقعا نداره، سعی میکنم که براتون در نظر بگیرم. قدر مطلق 2x به علاوه 7 کوچکتر مساوی با منفی 2. اینو برام حل کنید، جوابشو بفرستید. ممنون. بریم اما یه چند تا مثال یک کمی فراتر ببینیم. از نامعادله، اصلا قدر مطلق و اینام دیگه تموم شد. قدر مطلق همین چند تا چیز بود که با همین 2-3 تا مثالی که خدمتتون زدم حل شد. 1 مثال، 2 مثال، 3 مثال و جمع شد قدر مطلق. اینم که قرار شد لطف کنید برای من حل کنید و جوابشو بفرستید پیوی. خب این هست. اما بریم یک تعیین علامت داشته باشیم با هم دیگه. منهای 2x به علاوه 3
ضرب در x2 به علاوه 1 در x منهای 1. بزرگترین بازه‌ای که این عبارت در آن نامنفیه. نامنفی بودن یعنی چی؟ یعنی مثبته و منفی هم نیست، یعنی میتونه صفر هم باشه. پس نامنفی بودن یعنی بزرگتر مساوی با صفر. نامثبت بودن یعنی کوچکتر مساوی با صفر. چون مثبت نیست یعنی کوچکتر از صفره، ولی در این حال نگفته صفر هم نباشه. نامثبت گفته فقط مثبت نباشه، پس خود صفر هم میتونه باشه. خب ما ریشه‌اشو به دست بیاریم دیگه. این ریشه‌اش میشه 3/2. این ریشه‌اش x2 منهای x2 مساوی با منهای 1. خب این اصلا ریشه نداره، اینم ریشه‌اش 1. جدول تعیین علامت براش میکشیم. منهای 3/2، نه خود 3/2 1 3/2. درست شد. یه عدد گنده مثال میزنم، مثلا 1000. این که میشه منفی، این که مثبته، اینم مثبته، پس میشه منفی. کلا میشه منفی مثبت منفی. گفته بود بزرگتر مساوی با صفر، یعنی این تیکه، یعنی بازه بسته 1 تا 3/2. چرا بسته؟ چون خود صفرم قبوله و 1 و 3/2 صفر میکنن این عبارت رو، پس قابل قبوله. درست شد. بریم تست بعد. یک کمی چالشی ترش کنیم. موافقین؟ 7x منهای 8 به روی x2 منهای x منهای 2 بزرگتر از x به روی x منهای 2. قبل از اینکه اصلا ببرید اون طرف مخرج مشترک بگیرید، این درجه 2 رو نگاه کنید. باید یه دونه اینجوری داشته باشه دیگه. قاعدش ببینید اصلا خودتون شاید بتونید تشخیص بدین که آقا من بخوام الان از این مخرج مشترک بگیرم، اینو یعنی باید در x منهای 2 ضرب کنم. خب اون وقت x میشه مخرجم، بعد یه جوری میشه. همیشه این احتمال رو بدین که تو این فرم که درجه 2 دارین و یه دونه x منهای 2 مثلا اینجوری دارین، نه x منهای 2 هر چیز دیگه، احتمال بدین که خود این درجه 2 یه دونه x منهای 2 توی تجزیهش داشته باشه که داره. تجزیه درجه 2 میشه x منهای 2 در x به علاوه 1. چرا؟ چون ریشه هاش جمع ریشه هاش بود 1، ضرب ریشه هاش بود منفی 2. خب دو تا عدد بگیم که جمع ریشه هاش بشه 1، ضرب ریشه هاش بشه منفی 2. خب 2 منفی 1 دیگه که تو تجزیه من می نویسم x منهای 2 x به علاوه 1. خب آره، پس من اینو میارم این طرف و فقط کافیه که این کسر رو در x به علاوه 1 ضرب کنم. وقتی آوردم این طرف همینو بس، که میگم آقا 7x منهای 8 منهای x2 به علاوه x به روی همون دیگه x منهای 2 در x به علاوه 1. این باید بزرگتر از 0 باشه. درسته؟ خب این باید بزرگتر از 0 باشه. من اینو بیارم اینجا. خب اینجا پس میشه منهای x2، 7x منهای x میشه به علاوه 6x منهای 8. خب به روی x منهای 2 در x به علاوه 1 بزرگتر از 0. خب بریم ریشه های این رو پیدا کنیم. جمع ریشه های ایشون عدد چیه؟ منفی b به روی a. جمع ریشه هاش 6، ضرب ریشه هاش هم 8. خب دیگه میدونیم دیگه 2 و 4 باشه دیگه ها. 2 و 4 باشه. موافقین؟ 2 و 4 باشه دیگه. آره. و 2 و 4 هم هست اصلا. یعنی اینجوریه که x منهای 2 در x منهای 4 یه دونه منها اینجا قرار گرفته. همین یه دونه منها پشتشونه. تمام شد رفت. پس یکی از ریشه هاش 2 و اون یکی هم 4. پس من میام جدول تعیین علامت میکشم براش. اینم که این پایین 2 شد، اینم منفی 1 شد دیگه. خب پس شد منفی 1 2 4. منفی 1 تعریف نشده میکنه،
2 هم چون توی مخرج ریشه از تعریف نشده میکنه. 4 اما 0 میکنه. یه عدد بزرگ مثال بزنیم، مثلا 1000. خب این که منفی میکنه چون منفی x2 داره، منفی به روی مثبت میشه منفی، مخرج مثبت، صورت کسر منفی میشه، پس این میشه منفی. 4 ریشش یه بار تکرار شده دیگه، یه بار فقط اینجا تکرار شده، پس میشه مثبت، علامتش عوض میشه. 2 نگاه کنید، 2 رو نگاه کنید، یک بار ریشه اینجاست، یک بارم ریشه اینجاست، یعنی جمعاً 2 بار ریشه است، پس اینم علامت عوض نمیشه. چرا؟ چون ریشه زوجه. و منهای یکم که یه بار ریشه است و علامت عوض میشه. سوال چی بود؟ سوال بزرگتر از 0 رو خواسته بود، یعنی این تیکه رو خواسته بود و این تیکه رو خواسته بود. پس بازه 2 تا 4 رو، بازه منفی 1 تا 4 رو خواسته بود که خب این کاملا غلط. چرا؟ چون خود 2 اینجا تعریف نشده است. شما اگه میخواین بازه رو درست اعلام کنید باید اینجوری بگید منهای 1 تا 2 اجتماعش 2 تا 4. باید اینجوری اعلام کنید. درست شد؟ اینم از این. خب دوستان، نامعادلات ما به پایان رسید. عملا من هر چی دیگه براتون حل کنم هیچ تأثیری براتون نخواهد داشت. درسته؟ خب یه مثال دیگه هم حل کنیم. یه مثال دیگه هم حل کنیم، چون میگم صرفا یه مثاله که اینو به نظرم باز استوب کنید، خودتون اول حل کنید. من دیگه میخوام این آخرین مثال رو بزنم و نامعادلات ما تموم میشه، یعنی اصلا تموم شده. من دیگه همه قواعدش گفتم، الان فقط دارم مثال های اضافه تری براتون حل میکنم. خب میگیم که آقا یه عبارت درجه 2 داریم، این شکلیه: 2m منهای 1 x2 به علاوه 6x به علاوه m منهای 2 مساوی با 0 به ازای کدام مقدار m این عبارت دارای، این پایین بنویسم، دارای 2 ریشه حقیقی است. دارای 2 ریشه حقیقی است یعنی چی؟ یعنی دلتاش بزرگتر از 0 باشه. دلتاش بزرگتر از 0 باشه دیگه. و ضریب x2 و a هم 0 نباشه، اینم بگم، چون باید درجه 2 باشه دیگه. یعنی اینجوری مثلا شما m و 1/2 بذارید معادل خط میشه، بعد اون یه دونه ریشه داره، پس باید حواستون باشه که a هم ضریب x2 هم 0 نشه. خب میگیم که 2m منهای 1 0 نمیشه، در نتیجه m 1/2 نمیشه. درست شد؟ خب این از این شرط رو باید حواسمون باشه. بریم دلتای بزرگتر از 0 رو بررسی کنیم. این شرط دیگه هم 36 منهای 4 تا 2m منهای 1 در m منهای 2 این بزرگتر از 0. خب این اتحادش میشه چی؟ میشه 2m2 منهای 5m به علاوه 2. درست شد؟ پس میشه 36 منهای 8m2 به علاوه 20m منهای 8 بزرگتر از 0. پس میشه منهای 8m2 به علاوه 20m. 36 منهای 8 میشه به علاوه 26 به علاوه 28 بزرگتر از 0. درست شد؟ خب یه دونه تقسیم بر 4 من میکنم اینا رو دیگه، جا نیست، من همینجا می نویسم. اینجا میشه منهای 2m2 به علاوه 5m به علاوه 7 بزرگتر از 0. خب که حالا دلتاشو بخوایم به دست بیاریم میشه 81، یا میتونید اینجوری بگید جمع ریشه هاش از 5/2
ضرب ریشه هاش هست منفی 7. درسته؟ خب چه اعدادی امکان پذیره به نظرتون؟ شاید نتونیم حدس بزنیم دیگه، نه؟ شاید نتونیم حدس بزنیم. بنابراین بریم با دلتا حساب کنیم. دلتاش میشه 81، میشه 25 به علاوه 56 میشه 81. ایکس اسش هم که شد چند؟ شد 5/4. میگم 5/4 به علاوه منهای رادیکال دلتا 9/4. خب میشه 14/4 میشه 7/2 و میشه منهای 1. همون 7/2 منهای 1 شد. درسته؟ خب حالا این دوتا ریشه شد. جدول تعیین علامتش میشه منهای 1 و 7/2. خب یه عدد گنده بذارم. اینو میخوام تعیین علامت کنم و الان اینو میخوام تعیین علامت کنم. یه عدد گنده بذاریم اینجا میشه منفی، مثبت، منفی. خب ما این تیکه رو میخوایم و 1/2 هم گفتیم نمیخوایم. پس باید اینجوری بنویسیم. اینجوری بنویسیم امهای بین 7/2 تا بین منفی 1 و 7/2 بجز 1/2. اینجوری دیگه. یا به صورت بازه‌ای هم میتونید بنویسید منفی 1 تا 1/2 اجتماع 1/2 تا 7. خب این بود از مثال هایی که خدمتتون حل کردم. این مثال آخر مثال کنکور بود سال 98. رشته فکر میکنم رشته ریاضی هم بودش و سوال جونداری بود واقعا. به طوری که حالا تو تست بود شما میتونستین سوال رو خیلی سریع جواب بدین، ولی تو تشریحی اگر این سوال مطرح بشه مثلا تو یه امتحان نهایی، خب سخته واقعا پاسخگویی، به این جهت که حجم محاسبات بالاست، امکان اشتباه هم بالا خواهد بود. بنابراین لطفاً دقت کنید، حتی بزنید عقب، خودتون یه دور دوباره از اول بنویسید، حلش کنید و تمرین کنید برای خودتون. امیدوارم که لذت برده باشید. از این 2 جلسه نامعادله جلسه بعدی هم براتون چند تا تست نامعادله خواهم زد. خسته نباشید. شبتون بخیر. خدا نگهدار.